نگهدار سومال آرام باش عارف پدرجان اینجا بیا خودش چه گپ است آیا بخوری حال نمیداره ای کودک دست دراز نکن نباشه به تو نشان میدیم من جدی میباشم پدرجان ایسو گذار سومان انیس پسرم انیس آرام انیس پسرم پدری من پرکرال ازمش مراقبت میکنم سرده مرا پسر آقای پرکرال با تقدیر بودم برای سال نو حتما چپته لکره تو این سالی نوی رو من دادستان خودم با تو میگم کدک رو سرده سلاحت رو پایان کن نباشد به این کودک رحم نمیکنم مزروکی پایان کن پایان به من ده به طرف من اجازت دید من با آنها گفت و شنید کنم جناب سردار بله سردارم اکنون در آمده باید یگان کار کنیم پس اسیران چی می شوند؟ در درون باز یک کودک دیگر هست در این حالت عملیات کردن نمی توانیم پشیرای پسرم رو گرفتن نتوانیدم گریخته رفتید جا دارم جانش میلش آرام شوید ما علاجش رو میابیم اگر تسلیم شوی جزای عادلانه میبینی من کاری کردم گمان میکنی که به محکمه روم مرا آزاد میکنن؟ هر حال زنده میمانی از آنه که در زندان میپوسم بهترش در این راه بمیرم فهمیدی؟ تسلیم شو اگر به من کمک کنی حیات اینها را نجات میدهی کمک میگویی؟ به تو کمک کنم؟ با رفیقانت مصلحت کن سردار ما را آزاد کنم بعد هر کاری که میخواهی با من کردن گیر رفیقانم زنگ میزند تلفن را گیر اگر زنده ماندن کودک و اسیران را خواهند پس طلب مرا اجرا کنند اکر چیکار میکنی؟ در نزد زینپای انتظار شو اگر تعینات مخصوص آید حمله میکنیم خوب شده است تونجای شما چاره اسیران را بینید سردارم باید با آنها گفت و شنید کنیم تونجای کودک را به درون درآر این راه گرد رفتیم تلفن را به من ده با زمین به من روان کن آقای عارف با زمین
سلام آقای سردار. گوش کن جوره، با تو آید این مسئله روبرو مصلحت کردن در کار. نباید به اسیران یگان ضرر رسد. مایلش برای نیت نیکم را فهمیدن این جوان قهرمان را به نزد شما روان میکنم. او به شما چقدر متشنج بودنی وضعیت را میگوید. حال پسر پرکرور را که در دست ما نیست میفهماند. کودک را روان کن، شاید مصلحت کنیم. کودک همراه ما میستد. میتوانی بروی. ما در اینجا نشسته انتظار خبر شما میشویم. فهمیدی؟ کودک همراه من میرود. وقتی که کودک همراه ماست میدانم که به ما ضرر نمیرسانند. او ما را حمایت میکند. برای غرض ناپاک خود کودک را استفاده میکنی. اینقدر بی ایمان و بی وجدان بوده ای. ای برادر عارف جان، ما قهوه خواسته بودیم اما روان نکردند. این کار را هم حل کن تا اینکه کیف صفا کنیم. برای تو زحمت میشود. خیر. قهوه ما زیر شکر شود. انیس نگویم. انیس با او کردار نشود. انیس پدر جانم. پیزر سگ بچه. پدر جان من آمدم. پدر جان من اینجایم. پسرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ مادرت در کجاست؟ مادرم در پایانم. من آمدم تا شما را نجات دهم. پسر جان، کودک رو هم گرفت و در را پوشید. یگان کار کردن نتوانستم. تو هر چی که از دستت آمد کردی. به زمین مرا مسخره کرده به پایان روان کرد. دیوانه شدم. باز از من قهوه درخواست کردند. سردارم به پررگی آماده شده از اینجا پراندن را سر کنم. بسیار خوب. اگر خواهی تو را از هوا با پراشوت میفراریم. نه مشکل. من از بلندی میترسم. اگر مرا گوش کنید هر چه زودتر به این نابکار قهوه بردن لازم. کار را یک طرف مانده به قهوه فروشی سر میکنیم. اکا چاه تیار میکنیم برادر. چاه. خوب هستی؟ نمیدونم کمم میترسم. مادرم خوب هستن؟ نگران نباش. به نزدیکی مادرت رو میبینی. سلام علیکم. ظریف کو بینم. نقشه ای میخواست اگر در اینجاست. عارف. سردارم بسیار سیر و گشت کردم اما موقع خوب نیافتم. انا همین جای. از این دفتر کسی برآمد. ظریف اینجا کجاست؟ اتاق حجت‌های بایگانی است. کسی را که میخواهند آزاد کنیم شخصیتش را معلوم کردی؟ معلوم کردم. زکی تیمور. این نوبکار دست به کارهای ناشرم زده است. مافیای تیار سالهای دراز سیر و گشت نکرده است. بعداً دادستان از پی جنایت‌های او شده است. آیدی او عجایب حجت و دلیل‌ها موجود است. پرونده جنایی او تا حال ادامه دارد. پس تمام حجت و سندهای این نوبکار در قبولگاه می باشد. همین طور نیست؟ میخواهند دقت ما را پریشان کنند. دقت ما را به گروگان‌ها جلب کرده. میخواهند حجت‌های در بایگانی بوده را نیست کنند. حجت و سندها را نیست کرده پرونده جنایی را خاتمه میدهند. عیناً همین کار را کردنی‌اند. باید به اونجا برویم. بولتا لباس‌های عادی پوشیده با آنها قهوه میبری. سردارم اومدم. ظریف چیزی درخواست کردم را معلوم کردیم؟ یافتم. سراغ را دریافت کردم. در نزدیکی ما هستند. بسیار خوب. ما هم باید اون کار کنیم. کارلوس گوش کن. جان یکیش. اکا من در 5 دقیقه این آدم رو دستگیر کرده میولم.
بچه ها بار دیگر نقشه را از نظر میگذرانیم. گوش کنید. عارف برادر، لب جونکم برای گفت و شنید نظر میاره. با تلفن مصلحت میکنیم. نگران نباش، به سلاح میآیم و تنها میآیم. اما نه در حجره دادستان، بلکه در حجره بایگانی وا میخوریم. آنجایی که خودت قرار داری. تو نه تنها وجودت را بلکه سرت رو نیز استفاده میبرده. میلش منتظرم. اگر قهوه خواهی قهوه نیز روان میکنم. حاضر میارم. البته همه در اینجا تشنه شدن. نوشاکرمون کنید، لیکن سر شیشه ها پوشیده باشد. بازی کردن نمیخواهم. میلش فهمو. در حجره بایگانی وا میخوریم. پسرت امروی من میرود. اینقدر نوبکاریت بس است. پسرم را آزاد کنید. این نوبکاری را تو خودت اول سر کردی. با تو گفتم پسرم را رها کن. تو جای پسرم را رها کنید. پسرم را رها کنید. پسرم پدر مرا زد. پدر جان همش مرا پورا میکنم. با پدرم چیکار کرده؟ پدر جان مرا شما بهوده این کارو میکنید. برای این کارتون در نزد قانون جواب بدید. اکنون حیات پسر تو در دست دولت میباشد. اگر مرد باشد یکم مشکلی ایجاد نکنه. شمشیر تیز عدالت حتما ظلم شمایان را استولا بود نکند. نخود که شما کودک رو سو استفاده کنید. ابله‌های ترساچه اگر به این کودک یکان ضرر رسد قسم میخورم که شما یک نیستید. انیس باز کن. چی بگویم؟ خوش آمدی برادر عارف. بیا مرحمت کن. انیس آفرین. باور کن تا وقتی که جسارتی تو به ترست غالب آید تو همیشه ظفرمند و پیروز خواهی بود. اکا پدرم رو نجات دهید. وعده بدید که پدرم رو خلاص میکنید. وعده میدهم انیس. از سبب عوض شدن شرط ها باید از سری نو شرط نامه بندیم. حجت ها را نیز کرده برای خواجه‌ات وقت را کشغل میدی. با این رفتارت چرا به دست میاری؟ من برای خودم اینجا نیستم. پس برای چی در اینجا آواره ای؟ برای خواجه‌ات جان میکاهانی. اگر زنده مانی زندانی میشوی. او باشد یک عمر عائله تو را نگهبان میکند. مگر همین طور نیست؟ این خیلی فکر نکن. من یک چیز رو نفهمیدم. آخر من هم پدر میباشم. در برم یگان چیز نیست. تلفن را بده. گیر گویا مال خودت باشد. جوان را به بالا روان کن. میتوانی بیروی. خب
در کجایی؟ در اونجویا. از منتظری بسیار بیزار شدم. زودتر کار را انجام ده. دادا؟ دادا از برای خدا چی کار میکنی؟ چرا پسری ما را با این کارها شریک میسازی؟ هرچی کاشته همان میدروی. تو نباید کودک بیگناه را در این کار استفاده میکردی. دادا چرا به سوی کودک سلاح میکشی؟ سلاحت را دور کنی. خودش چی گفت؟ مرا شرمنده کردی. کنی گپ زن. خودش چی گفت؟ برای کارهای ناشایان تو در اینجا میباشم. نجیب مرا فراموش کن. از بحر من گذر. من بعد از این غم خودم را خودم میخورم. سلاحت را دور کن. این پسری خر حیوان برای تحصیل او جانم را فدا کردم، اما او نیز مثل من احمق شد. نکن گفتم. با این کارها سر و کار نگرفتم. گپم را گوش نکرد. تو اکنون خواجه‌ات را نه، بلکه باید پسرت را نجات دهی. کنیز برادران چیکار میکنید؟ این کار رو نکنید. حمید، کار رو حل میکنیم. سلاحت را از سر کودک دور کن. چی خیل حل میکنی؟ همه کار رو برباد دادی. حجت‌های را که میخواستی نابود کنی حجت‌های پسرت بود. بله. ای چرا تو برای این کار به عدلیه حمله کردی؟ من به خلاصه اومدم که من میروم. دمت را گیر. با کجا میروی؟ با اروپا؟ بعد چی؟ نه پول و نه مال داری. در آنجا چی کار میکنی؟ از دستی تو چی میآید؟ اگر سردارمان را نجات دهم یا ندهم این عمل کرده من پسندم میآید. وقتی که فرزندت را از دست میدهی پس چه فایده؟ آن پولی که از خواجه‌ات میگیری تو را خوشبخت میسازد. معلوم است که تو پدر نیستی. حتی باور دارم که تو بر این انسان پدر ندارد. معلوم است تو به پدری. تو را کسی پدری نکرده است. برای همین نمیفهمی. اگر سگ باشد، احمق باشد، برای پسرش میکند، او را نگهبانی میکند، یک عمر او را صاحبی میکند. کسی دیگر جای پدر را گرفته میتواند؟ ها؟ کو گپ زن؟ بله، جدا میشویم. برای آینده او مهم میباشد. اگر سگ هم باشد، پسترین انسان هم باشد، او برای من فرزند است. نباشد حالا به خاطر فرزندت فرمان بده تا اینکه آدم‌های تسلیم شوند. همچون پدر وظیفه‌ات را اجرا کرد. بسیار خوب شد. حلقم خشک شده بود. شما همیشه همین خیلی سر و گاش میکنید. بالتا زودتر شد. اینها را داده در حال میبراییم. آنها را پراکنده کنید. انیس نزدی من بیا. سلاحت را پرتاب. نجیب، من هم قدر و قیمت دارم برادر. نمیخواهم که آدم ها به من گویان رفته تسلیم شد. سلاحت را پرتاب. پدر وقتی تو گذشت
نمیخوام که به من گویند در پشت پدرش پنهان شده کارش را حل کرد. اگر دلی تو نشود من خودم این کار را حل میکنم. تشکر. گیر. ما تشکر. آیا شما نوشیدن نمیخواهید؟ تنها آبی میوه آوردید برادر. یک قهوه نآوردید. در رو نظارت کن. من نمیخوام که از پسم گویند با پلیس همکاری کرد. نجیب اکنون کار خاتمه یافت. کار به انجام رسید. سلاح را پرتا. نه، تو مرا به این کار شریک کردی. پدرت را گوش کن نجیب. دیگر وقت گوش کردنی پدرم نیست. پدرم نجات یافت. گوش کن نجیب. عقلت را کار فرما، سلاحت را پایان کن. هممان از اینجا صحت و سلامت میبراییم. نه نمیخوام که به من مثل پدرش تسلیم شد گویند. من قدر و قیمت خودم را نمیفروشم. کدام قدر و قیمت؟ سلاح را پرتا. بکار. راه کرد. تستر. والتا اینها رو نظارت کنید. سردار همه زیدی نظارت است. یاری و بگیرمون کنید. برای کاره. اگر سلاحت را نپرتوی اول تو را بعد کودک را میپرانم. پسرم دیوانگی نکن. این آدمی تعینات مخصوص است. تو را در یک لحظه پرانده نابود میکنن. میفهمی؟ تو از حد گذرانیدی دادا. میفهمی؟ این کار رو تو سر کردی. من دوام میدیم. میفهمی؟ پسرم نکن. بس کن. آیا سلاحت رو پایان نمیکنی؟ شیر بچه میگویند که گوسفند مرده از گرگ نمیترسه. خیر من آگاه کردم. کوبیانیست. بس کن نجیب. التجا میکنم. عارفیس بس کن. نکن عارف. التجا میکنم. ایستد. نجیب عارف نکنه. خواهش میکنم. نپرانید. دادا سلاحت را پرتا. من تسلیم بشوم. به زمین خواب رو. به زمین خواب رو. مادر پدرم نجات یافت. پدرم کجاست؟ پدرم نجات یافت. ببین پدر در کجاست انیس جان؟ پدر جانم. پدر جانم. پسرم
تشکر میگویم حیاتی ما رو نجات دادید. این خیل نگویید، وظیفه ما همین است. به شما هم تشکر. رفیقان می رویم. سامان من اصلا به اینجا برای تو آمده بودم، چنانه که وعده داده بودم. همین که وقت یابم باز به نزد تو می آیم سامان. عارف آیده یک مسئله مهم باید با تو مصلحت کنم. حالا نیست سامان، در وقت تنهایی. مایلش دادا جانی من، خیریت که مرا تنها نگذاشتی، مرا نجات دادی. جانی خودت رو برای من فدا کرد. اگر تو نمیشدی مرا هم زنده نمیموندم. مرا دیگر تنها نگذار دادا جان. دادا جانم، پدرت برای تو شده جان خودش را فدا کرد. من برای کشتن نه، بلکه برای زخمدار کردن پراندم. هر کس برای اعمالش خودش حسابات میدهد. ای آقای حمید، تجارت تو بیهوده بوده است. به جای پولی که برای پسرت میخواستی، خودت و آخرتت را فکر میکردی، حالا به این حال گرفتار نمیشدی. گوش کن ابله. شنیدم اکا صدای موتوری با قوت میباشد. ای برادر، مرا مسخره میکنی ها؟ آخر به این وقتی که گاز را زیر میکنی نمیبینی که حال ماشین چقدر بد میشود؟ برادر این ماشین گریه میکند، داد و فیقان میزند. شنیدم بگو، شنوی یا که نشنوی هم از عذاب اوستا نجات نمیاد. ای برادر، از سیمی پیدلی گاز سر کرده تا با کربراتور ماشین ویران کردی. اکای سولی فرمودد، من چیکار کنم اکا؟ ای برادر، آخر تو بله سپید رانده نمیتوانی. چرا با ماشینی من، با سواره من به عملیات میروی؟ خدا تو برافیست. ای برادر، تو چیکار کردی شده ای؟ ای ابله، تو چیکار میکنی؟ الو اگر زمان ساز نمیشود اکا. ای برادر، چی این تلویزیون است؟ نباشد یک چوب با نماش. برادر، این همه کار رو برباد داده. ای جورا، تو چی میخندی؟ وقتی که بالتا اوره این کار شد و دست پای تو بسته شد، برای همین میخند. با خدا بالتا گو. ای بابا، تو چی گفتی؟ تو مرا چی گفتی ها؟ چی گفتم اکا رجب گفتم، من گفتم بی یاری داد. از که دوست نزدیک من شده ای که مرا بالا خبر میخواه. ایستا سلام علیکم. علیکم السلام. جواب تشخیص آمد. یک دقیقه. تشخیص تیر بلاستیکی که از بدن کمیسر سلیم گرفته شده است. سلاح به نام کی بوده است؟ با کسی تعلق ندارد. در اینجا یک سراغه هست و باز یک نام شبهناک دیگر. سلاح به قید گرفته نشده است، لیکن در یک حادثه دیگر استفاده شده است. استخبارات کهنه. همین خیر. انیق نمیدونم کمیسر، اگر خواهید میفهمم. این در دست من است. من به هر حال به این سراغه میروم. خسته نباشید. رحمت. عذر میخواهم عارف.
برای دیدن نتیجه امتحان ها آمدم. از این رو کمی در هیجانم. بخیر است؟ این تشخیصی بلاستیکی کیست؟ از سلیم. نتیجهش چی شد؟ نامعلوم. در یگان جا قید نشده است. صاحبی سلاح شخصی شبهناک؟ نه چندان. کمیسر شاهین، به فکرم از شما انتظار نتیجه امتحان نیستیم. غم نخور. سومان، چه حال داری؟ شکر خدا آقای صالح. بیماری؟ تو را پریشان حال میبینم. نه آقای صالح، خوبم. سومان، من از تو یک خواهش دارم. مرحمت آقا. بین من و عائله‌ام یک نافهمی جدی است. این دردم رو با کسی گفتن نمیتوانم. گفتنی هم که تو همچون زن با سعادت آید این موضوع سخن کنی. البته میکنم آقای صالح. اگر فکر کنی که سخن کردن من فایده دارد، البته گفت. بسیار خوب. تو همچون زن درد و علم عائله‌ام رو شاید از من خوبتر بفهمی. مایلش آقای صالح، من از عهده این کار میبرایم. ای سومان، زنده باشی. تشکر زیاد. احتیاط کن. با دقت باش بچه جان. رحمت اکا. آیا این دوچرخه برای تو کلانتر نیست؟ میدونم خیلی کلان است. اگر در بالایش سوار شوم هر کرده میتوانم. با پدرت گوی که برابر خودت دوچرخه خرد. خیر به مادرت بگو. گفتم اما باید تا تابستان انتظار شوم. پولشان تابستان نشده است. پس چرا اینقدر دوچرخه کلان خریدید؟ نخریدیم. این را کهنه گفته پرت افتاد. من گرفته تعمیر کردم. سلیم زودتر به خانه بیا. اوه مادرم جنگ میکنند. اکا شما در بالای خانه ما زندگی میکنید؟ نمیدانم. تو را یکم بار در اینجا ندیده بودم. من تو را دیدم. تو برادر خوب هستی. تشکری زیاد. نمیارزد. الو فوراً به سراغ بیناکاران خیابان مرکزی خانه رقم 2 گروه روان کنید. بس کن جانکم. بس شد. زودتر روان کنید. شد جانکم. غیر از شما کسی به کمکمون نآمد. خدا از شما راضی شد. خیرت که آمدی اکا جو. مایل شکر سلامت باشی. زودتر برادر، اکنون او در اختیار شماست. سلامت باشید. تشکر به شما. نمیدونم این یکیتون رو چطور برمی‌دارید. هیچ کم نمیخواهم. اکا تو پلیسی؟ اوه سلیم زودتر به خانه رو. هوا خنک است. راست به خانه رو. باری دیگر تشکر. نمیارزد. رفتیم پسرم.
سومن همه این حاضر شماست؟ بله جانکم از من، اما اگر خوی همش از تو نشود. آره اپا مرا شرمنده کردید. باید من به نزد شما می آمدم. این خیلی نگوی. برای نازیه هم دیگرگونی شد. اپا یک بار دیگر فکر کنید. اکای سالی شما و دخترتان را بسیار دوست می دارند. من هم او را بسیار دوست می دارم، اما آخر آن کس برای راه گشتن بسیار کوشش می کنند. باور کنید آن کس به شما احتیاج دارد. دیر شد، طلب جدا شدن را کردیم. پیش این راه را گرفته می شود، مشکل نیست. با گفتن آسان، یگانه مشکلی این نیست. خداوند دیگر مشکلی ندهد، دردتان را شفا دهد. سومن، یگان نخوشی روی داد. تو غمگین می نمایی. نه ابد، خداوند اله و سلامتی دهد. صبح بخیر. صبح بخیر. پسرم امروز به مکتب نرفت. شب خوابش نبرد. همینطور؟ میخواهد که شما رو به نونشته دعوت کند. تشکر، اما زحمت نکشید. اکا جان به خاطر من دیروز بسیار ترسیدم. سلیم جان، دعوتی تو مرا بسیار خوشنود کرد، اما مرا در جای کار انتظارم. اکا جان به سوال من جواب ندادید. شما پلیس هستید؟ اوچه انیق پلیس راست میگویی. خیر، سلامت باشید. خیر اکا جان. سلامت باشید. اپای سعادت، من حیاتم را تنها پیش بردم. چقدر غم و تلخی های زندگی را پس سر کردم. چرا اینخیر شد میدونید؟ برای زندگی با شرفانه. بله، برای حیاتی با شرفانه. شاید در زندگی بسیار برد کردم، اما هرگز صاحب عائله و خانه نبودم. در حالتهای دشوار کسی نبود که سری مرا سیله کند. اپا آیا میدونید که بی‌تکیه‌گاه چقدر مشکل است زندگی کردن؟ تخمین میکنم. من حسرت دخترچه‌ای که در بهار زندگی در یاد خانه گرم باشد خوب میدانم. جانکی من بسیار میخواستم که دستی پر شفقتی مادر سری مرا حاصله کند. جانی من تو را میفهمم. شما هم صاحب دختر هستید اپا. دختری که صاحب پدر باشد باز دیگر هست. فکر نازیه را کنید، او را به پدر به وایه نرسانید. سومن، تو درد و غمی مرا دو چند کردی. دلی مرا پاره کردی. هر یک دختری کوچک میخواهد که در زیر قنات فرشتگان باشد. برای دختر این گونه قنات دستی پدر و مادرش میباشد. جانکی من. آقا جان، اکا چرا تو به خب بار میگردی؟ آخه تو کارگر تعیناتی مخصوص دان رو میخواستی؟ میخواستم، اما چرا تنها هر سه ما میرویم اکا جون؟ این عملیاتی مخصوص است. راست دیگم تو را هم به عملیاتی حقیقی میبریم. خیر مایلش، به من یکون سلاح میدی؟ همه شموده است. شربتی شهادت با ماست. میخل نگوید اکا، اقلا پدر و مادرم توی مرا میدیدن. ما دیده چی شدیم ها؟ به دنیا آمدم و حیات برایم تنگ شد. تنها شربت شهادت را میخواهم. آنا روحیه تعیناتی مخصوص را دیدی؟ آماده هستید رفیق خان؟ آماده هستید؟ آماده ایم اکا، آماده ایم. کیست؟
به شما مکتوب. چه گپ شد؟ تو ابله شین اینجا. چی شد؟ من پول مال ندارم. چیزی که بخوای گرفتارم. چی کار بودنت را میخواهم فهمم. چی خیل؟ در کجا خدمت کردی؟ مبادا کماندر نبودی؟ بله همین خیل بودم اکا. نشان زن بودی؟ بله اکا. حالا باشد قاتل شده ای و طور کرایه آدم کشی میکنی. نه اکا این خیل نگوید. به من نگاه کن، به من نگاه کن. چی شد؟ چهره من به تو معقول نشد؟ نه اکا این خیل نگوید. با دوربینی ملکی قد دیگر خیر می نمودم. اکا به خدا که من نگام گناه ندارم. دمت رو گیر. برای تو بر این قاتل کرایه پول و مال از همه چیز بالاتر است. اکا شخصی که او را کشتی مثل برادرم بود احمق. سلیم دوست من بود. اکا به خدا او را برای کشتن نپراندم. نیتم را یاردار کردم بود. اما تو خودت را بعدا هنگام نوارها را گرفتن باز تو به سوی ما تیر پرانی کردی. من هیچ را نمیتونم. اکا کی داد سوالش داد؟ گفتن میگویم. خواهش میکنم نکن. فرمانی کرایه را میکنی نابکار. گفتن تو را چنان لطفم میکنم که گفتن میگویم. اکا رفیقان حاضر می آیند بادی خرج شود. اکا کی می آید؟ من هم دونم خوب می شود. ابله کی می آمد؟ تروریستان تروریستان. همشان را میکشیم. اینجا را با سرشان چپه میکنیم. این رو چه خیل میکنیم اکا؟ من نمیفهمم. اینجا را میترکانم. بوم. ای برادر در جای شین، در جای شین در جایت. اکا التجا میکنم با جای درکش ندارم نمیشود. من در دوران خدمت حربی بمب‌های زیاد پرتافتم اما حالا باشه دیگر قوتم نمانده است اکا. آیا این کنه نیست؟ با این چه خیلی عملیات میکنیم؟ این سلاح یادگاری است. در جنگ یکم جهان سلاحی بابای من بود. یادداشت‌های زیادی دارد. با این چندین دشمن را کشته است. آخر یگو سلاح نو میدودی خوبتر نمیشد؟ برادر با این سلاح جنگ را سر کنی 1000 نفر را نابود میکنی. جورا تو تیر پرانی ماهر میباشی. کنی شیر بچه کنی گیر تا شربت شهادت رو نچشیم از اینجا نمیبرایم. کنی سر کن شیر بچه سر کن. رفیقان حالا جدا میشویم. حربی تو با اون طرف بالتا تو باشی بالا رو نگاه میکنی. من طرفی غرب رو نظارت میکنم. خدا نگهبانمون بود. نامش را کی به تو سفارش داد؟ اکا خواهش میکنم نکن. من این پول را با فرزندانم روان میکنم. پلید فرزندانت را هم با پول حرام کلان میکنی. آنها هم از خودت قاتل میشوند. کو گپ زن. مایلش میگویم. حاضر همش رو میگویم. آیا از حد نگذروندم؟ نه جورا نه. جزای اینو به کار میدهم. آخر ماشینی مرا گرفته به عملیات آورد. انا اکنون بیندو اندیشه کند که کار در کجا بوده است. گریه میکند. به خدا گریه میکند. مبادا دیوانه نشود. کاری من چی؟ گریه کند کردن گیرد. آماده هستی؟ زودتر باش.
برادران تبریک میکنم، مهارت خوب نشان داده. مرا عفو کن خداوندو. من یک فرصتی دیگر دی خداوندو. مرا یک فرصتی دیگر دی خدا. ترسیدت با خدا. خیر مایلش. یک دو الله اکبر. یک بار بگو ای شهید پروردگار تو کیست؟ خداوندو. بگو ای شهید پیغمبرت کیست؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ای شهید یک شانس دیگر میخواهی؟ میخوام ملش میشه، به خدا میخوام. ای ارتیست، مادامی که از مردن میترسی چرا ما را مسخره میکنی؟ چی شد؟ شما جواب این کاری کردتون رو میدید. برادر عزیز، من همه‌اش رو به نوار گرفتم. من این نوار رو به ظریف میدهم. وقتی که ظریف این نوار رو به اینترنت پخش کند تو در دنیا مشهور میشوی. برادر مبارک شود، مبارک باشد. دستت رو گیر. چی شد؟ جواب میدی. برادر یک دست خط نمیکنی؟ التجا میکنم، رسمت رو با دست خط التجا میکنم. دستت رو گیر. شما به این کارتون جواب میدی، فهمیدی؟ شاهین؟ عارف همیشه با یگان بهانه با میخوری. بیا مرحمت کن، با قهوه ضیافت میکنم. هوا چندان گرم نیست. تو باشه اینقدر عرق کردی. اینجا با من گرمی کرد، شاید از این سبب باشد. از کی باز در اینجایی؟ خیلی شد. خدمت رسانیشان سوست. یک دقیقه اینجا بیا. لبه جناب. رفیقم نو آمد. برایمان 2 قهوه تیار کن. خوب شد از جناب. تو از کجا آمدی؟
بسیار خسته می نمایی. گوش کن برادر، با من بازی کردن را بس کن. تو چی نیت و نقشه داری؟ چی اغوایی داری؟ عارف، تو تماما عقلت را خورده ای. باید گویم که برادر به خاک و لای در آمده ای. انا بین تماما شیمت افلاس شده است. راستش را گفتن در کار. بسیار چست و چالاک می دوی. تو مرا از چی می ترسانی؟ من حاضر در نزد قاتل سلیم بودم. به من نام فرمایشگری کشتار را گفتنی بود که او را پراندند. او عارف، تو از تعیینات مخصوص به نزدیکی به شعبه کافتکاوی جنایتی میگذاری. از پسیان آدمی نابکار کوچه به کوچه در لای آب خیلی دویدم. خیر، دستگیرش کردی؟ بله. از خود نرم. تو چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ گبزن میگویم. از پای کارت شو. چرا این کار را کردی؟ گبزن چرا کردی؟ از من به تو چی بدی رسیده است؟ عشق سری تو را ویران کرده است. گناههایت را به گردن من بار نکن. ای ابله، تو کیستی؟ چگونه انسان هستی؟ برای کی کار میکنی؟ هدفت چیست؟ این قهوه خاطره 40 ساله خواهد داشت. این روز را اصلا فراموش نمیکنی شاهین. عارف، تو هم فراموش نخواهی کرد. افرسونها را آماده کردم. کشیدم مثل گفته خودتون. 2 کیلو برآمد. باز 8 کیلو دیگر است اگر خواهید. بسیار خوب. سورپریز را کنیم یا اینکه خورسندی را بازی چهان است تیارم. همه‌اش آماده می باشد. ملیک بیا، همه چیز تیار. بچه ها رو جمع کن. بس کنید. جدا شوید. یعنی برد اینها را. برد تستا. بیا. چیکار کردید؟ با تو حالا کارم تمام نشده است. یعنی برد اینها را. ببینید که دیوانه شده است. تا حال به من حمله میکنه. شمت رو گیر. تو جزای سزایت را خواهی دید. برد اینها را. تستت برد از اینجا. یعنی برد اینها را. این شخص ماشین رو حرکت کند. در قفا 2 نفر باقی مانده ها با لباس های عادی نظارت کنند. خوب شده است. بازیچه ها و چیزها رو هم بار کرد. حمله آخرینمان نتیجه خوب داد، اما افسوس 1 کس مرده خلاص. حالا باشد از شما قربانی زیاد میخواهم. تو نگران نباش. بازیچه هایمان زمانوی میباشند. همه را نابود میکنید. این را دانسته گیرید. اگر پلیس ایلاوگی آید به قفا نگریزید. بیا میرویم. ما باید فرصت را از دست ندهیم. رفتیم بچه ها.
گوش کن ای نابکار. بار دویی می شود که با دست‌های بسته به اینجا میآیم. تو جواب خیانتت را خواهی داد. بس کنید. خدا شفتیده گریه نمیکنه عارف. بس کنید برادران. هر دویتون خاموش شید. اینها رو برید. دکان را به خاک یکسان کردید رفیقان. دانسته گیرید که مصرف‌های دکان را شما می‌دهید. ما از تعیینات مخصوص. من کمیسر شاهین دلاور. این حادثه با سبب رخ داد. همین خیل. چرا بر وقت‌تر نگفتید؟ راست میگوید، از تعیینات مخصوص هستیم. این حادثه به کار مقامات دخلی ندارد. آرامی را ویران کردیم. حق محکوم شدن داریم سرکمیسر. شما نام شما چی بود؟ کمیسر عارف امیر. اوی دستایشان رو کشید. سرکمیسر قهرمان دادستان رو از مرگ نجات داد. مادر جان نگاه کنید. دخترم چی شد؟ مادر جان دیدید؟ دادا جانم قهرمان. آن کس قهرمانند. بله دخترم دیدم. مادر او قهرمانی همه می باشد، اما من هر گوهی که خواهم این رو با آغوش گرفتن نمیتوانم. مادر باید من به پدر کلان می شوم. دادا جانم را بوسه کردن می خواهم، این رو با آغوش گرفتن می خواهم. وقتی که او هست من از یکون چیز نمی ترسم. بله دخترم، وقتی که او هست منم از یگون چیز نمی ترسم. با پدرت افتخار کن دخترم، او در حقیقت قهرمان است. دخترکم در مجله ها نامت برآمده صالح از مرکز زنگ زدن. به من گفتن که چرا تو آدمی در صندلی بوده را به عملیات روان میکنی. یک روی من به سر شما بلا شد. جناب سردار مرا ببخشید. صالح تو باید کمی از ما دور شوی. اگر به من وقت دهی من این مسئله را حل میکنم. میبینید کوشش میکنم، هر چیزی که از دستم آید میکنم. به من باور کن. شت. یک چند مدت کارهای اداروی را میکنی، فهمو؟ نصیب. باز مشقهای فیزیکی خود را دوام میدهی و ما کافی است. درد هم یک مهمان است. جناب سردار او را نیز باید مهمان نوازی کرد. گوش کن به من. روزی می شود که تو باز دوباره راه میگردی صالح. غم نخور. خوب؟ مرحمت برادر. رحمت برادر، خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. میوگی دهم؟ بیده. ده. پوسیده نیست؟ نه تازه است. مالش بسیار خوب. فقط کارمندان امنیت رو نه بلکه کمک رسان‌ها رو نیز جزا میدیم. ما با کجا گذاریم؟ از طرفی که کمک رسان‌ها میاد آنها رو پراندن نابود میکنیم. رفتیم. فهمو. رفیقان زودتر شوید میرویم. رفتیم. صاحب دکان از شما شکایت کرده است. پگاه با محکمه میروید. هیچ گپ نیست سرکمیسر. گناه خود ماست. به صاحب دکان گوید که مبلغ خسارات را پرداخت میکنیم. از نام خودت گپ زن. تو حمله کردی، تو خودت پرداخت میکنی. درست. به این هم وقتی که تو از اینجا برآمده دیگر وقتی پرداخت کردن را پیدا نمیکنی. سرکمیسر اجازت میدهید که یک خواهش کنم؟ بله بله. تلفنم را گیرم. یک چند جای باید زنگ زنم. خیلی نگران شدند. مالش حال میکنیم. پس به ما اجازت رفتن دهید.
تشکر برادر، سلامت باشید. خوش اومدی ینگا. سلام. خوش اومدید ینگا. خوش باشه. ینگا باز دستایت پر از خوراک اومدی؟ امروز نوبتداریتان دراز میکشد. نوشی جان کرده میخورید. تشکر ینگا. برای همه‌تان میرسد. تو در فاتحه اینقدر حسن رو ایرکا نکن. وقتی که خانه‌دار میشوید بعد میخواهد که سه نمود خوراک تیار کنی. کو به آن روزها برسیم بعد هر خوراکی خواهد میپزم. انشالله. ما هم با بهانه توی فایده. ملیکا با خدا که بوی خوراکت به دماغم رسید. خوش اومدی. خوش باشد حسن. دایما میایم گفته سردار جنگ و جنجال میکند، اما این مراتبه برای او شیرینی دوست داشتن. آفرین به تو. بسیار خوب کردی. دستهایت درد رو نبینم. رفتیم. عارف بسیار هم سورپرایزی عالی جناب. آوازت را شنیدن خواستم. من باشم گل‌های داده تو رو نگاه میکردم. در رفتی عملیات کمی پراکنده شدن، لیکی هیچ گپ نه. گلهایم را گرفته به نزد تو آمدنی بودم. این آدم ها مرا دیوانه کردن. تو را دیده نتوانستم، آن گلها را به تو داده نتوانستم. به خدا دیوانه شدم. اما از این کار روی نگرداندی، یک روی کردی. از تو خلاصی ندارم. یک بار دیگر تشکر. نمیارزد. سلامتیت چه خیل است؟ با دکتر بخوردی؟ چی؟ تشخیص رو دیده میبرویند. مهم نیست جانکم. آخر تنها افتیده بودی. افتیدن مردن نیست. همین خیل. از سرپرانی صحت و سلامت برآمده و شم رفت. مردنی نیستم. احمق. بخیر است؟ آخر چند مراتبه به رئیس گفتم که این ماشین را عوض کن. گپم را گوش نکرد. کنی یک بار دیگر کوشش کن. نمیشود. عجیب. در نیم راه مونده. با بازار نمیرسیم. این بازیچه ها در دستمون ماند. ای یگون کس نیست که کمک کند. این را به یک طرف کشیده گذاشتن بکن. خبر میدهم. همه آنها صاحب فرزند نباشند. شاید یگون بازیچه تو رو خرم. اوه میشود اکم. با خدا بسیار خوب میشود. بهترین بازیچه ها رو دارم. نرخ‌هایشان نیز دسترس میباشد. مایلش نامزدم خوراک آورده است. این رو تقسیم کنید کمیسرم. تشکر برادر. خدا از شما راضی باشد. حسن کمیسر در اینجا چیکار میکند؟ چیکار میکند؟ آخر ما هم خطا میکنیم اپا جان. قصه دور و دراز است. برای غذا تشکر. سلامت باشید. نوش جانتون شود. با اشتهایتون کمیسر. مرحمت جناب. خوراک. من لقمه خودم را با تو تقسیم نمی کنم. نوش جانت شود. حاضر تو را چنان لطکوب میکنم که جزایم دو چند شود هم، لیکن دلم آرام میگیرد. آرام میشوم. آماده شود میآیند. از کار بسیار برای زادروز سیسترم بازیچه گرفتن نتوانستم. خیریت توفا با پای خودش. من هم برای دخترم یک سوی پوز میکنم. سلام علیکم.
ва алейкум барсалом ва алейкум барсалом. Шуморо заҳмат додем. Не бародар, чӣ хел заҳмат? мо барои кӯдаконамон якчанд бозича мегирем. Албатта. Ака, шумо ба тарафи қафо гузаред. Ман ба шумо нишон медиҳам. Майл аст. инак бозичаҳоро ба шумо нишон медиҳам. харида кӯдаконро шод дед. تا آمدن حکومت ایلاوگی مستحکم نظارت کنید. حسن خودش چیگم حسن خودش چیگم کمیسر با ما حمله کردن در روزی روشن با ما حمله کردن حسن در این ما رو کشو حسن زودتر کشو ما رو از اینجا رها کن حسن در رو کشو حسن ما رو رها کن حسن در کجایی حسن رفتنم ملیکا اینجا باش از اینجا نبرو حسن این رفتن نرم اینجا میکنم باید بیرم ملیکا آنها به من احتیاج دارن اگر به تو یگون حدیثه روی دهد چی؟ تو خوراکت را نخوری به هیچ جا نمیروی حسن تو از اینجا نبرو بگو جایی نرم حسن دوستر اومده تو رو میبرم دوستر ما رو رها کن حسن بلا بزنم ملیکا تو ما رو از اینجا برآورده میتوان؟ نمیتوانم من میترسم زودتر خوش میکنم زود باش سرسده را بس کن و در رو کشو تو چه خیلی اینطوری دختر ترسیدن باز بازم این تو بسری ها فشار میاری وای بر تو گوش کن سخنهای حسن را شنیدی تو ما در این تشکیلات همراه کار میکنیم حسن مرا کمیترم گفت تو را شنیدی نمیخیلی؟ تو شنیدی کو بله شنیدم یعنی ما با شونده تو با حسن در یک صفحه باشه به حکومت میکنیم گوش کن انا بین کلیدها در روی میزیار دیدن دیوان باید ما رو از اینجا برو زودتر شو ملیکا تو با ما باور کن شما به حسن کمک میکنید البته که کمک میکنیم آخه کاری ما همین هست زودتر میدونیم اما عزیزان من نمیشه زودتر باش مادری دیگر در اینجا انتظار شویم همه در آنجا میجنگن در رو کشو شاهین تو دمت رو گیر آرام شو بس کنید زودتر باش ملیکا زودتر التجا میکنم ملیکا زودتر باش مایلش تشکر مایلش میکنم زودتر 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 تر کن سردار
خواهر جان آرام شو. کمی دیگر کلیدهای دیگر رو نیز باید سنجیم. فراری کرده کمک کنه. احمد آماده برادرم. ثابت کن. برانه نگذارد که بدینان آتیش شوند. برادرم ثابت کن. حسن برادر من درو مرامان ملیک رو محافظت کن. دار گفتم برادر زودتر مرامان با درو حسن برادر منو فکر نکن رفته خدا رو نجاده. ملیکه انتظار دوست منو تنها گذار. یک جو برادری در یک جا جمع نشوید. پراکنده شوید. بگید و اطراف پراکنده شوید. سرکمیسر از نزدیک زها دور شوید. در بامی شوزن ها هستند. ملیکه تروریستان یک جای می جنگه یا اینکه تو همین حال راحت را معین می عارف من هرگز در صف دشمنان نشدم. پس به تو باور کنم. آیا یک راه دیگری داری؟ پس پشت من شاید مرا پرد. زیرا تو جسارتی نداری که بر مقابل من بری. عارف اگر فکر کنی که تو را از پشتم میپرانم انا از حاضر دویدن را سر کن. کسی که میمیرد حتما میمیرد. تنها تو لایق مردن هستی. التجا میکنم محبوبی من رو نجادیه. حسن رو نجادیه. التجا میکنم. البته خواهر جان البته. نگران نباش.